ای وطن تا کی در این رنج و بلا می بینمت در میان. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله. گاهی اوقات یک بنده یک سخنی را میگه که سخن از سخنایی هست که الله سرش غصه میکنه، الله سرش خفه میشه، الله سرش غضب میکنه. لا یلقا لها بالا. ای آدم به این سخن خود هیچ باک نداره که هرچی از دانش میبراید میگه. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یهوی بها فی جهنم. لیکن ای آدم سکوت میکنه، میفته به سبب یعنی یک کلمه که در جهنم. ای مسلمان آگاه باشه. اول از تو سوال میکنم، تو را به الله قسم کلمه وهابی را که استعمال میکنی و ملاصق در دعای خود گفته که یا الله ما را از یهود نصارا از وهابیان نگاه کن، در ذهن تو وهابی چی آمده؟ کافر یا مسلمان؟ راستی تا بگو. انکار کرده نمیتونی، ولی وقتی که تو یک مسلمان وهابی گفتی مفهوم و معنای زیر داره که کافر برش گفتی. آیا کدام ادناترین مدرک کفر دیش پیدا کرده میتونی؟ در روز قیامت به الله سبحانه و تعالی پیش میشی. نه تنها در این منطقه، امروز در کل کابل در ولایت این موضوع است. دور نمیریم. چند روز پیش در بطخاک مردم جمع شده با کلشینکوف شیشای مسجد میده کرده، به خاطر از اینکه مسجد جور شده اوجا، به خاطر از اینکه یک عالم رفته، چند دانه طالبی که بیچاره مهاجر از قندوز است در اونجا دیره شده، درس قرآن داده میشه، مردم شیشای مسجد میده کرده. ای مسلمان، ای با غیرت، ای متدین، ای کسی که سر دین غیرت داری، تو را به الله قسم در دنبال امی مراکزی که فی الحال در کابل به نصرانیت دعوت میده، کدام ورق تظاهرات پیش کرده ای؟ تو را به الله قسم ای مسلمان، دختری در مکتب میره، فرهاد دریا برش نه کنسرت میده، کدام ورق اعتراض به مدیر پیش کرده ای؟ تو را به الله قسم در می قریه 10 دانه پودری است، شرابخور است، زنکباز است، خودت به چشم سر میبینی راه دختران را میگیره، ادنا اعتراض سرش کرده ای؟ تو را به الله قسم اون روز که توی فلانی بچه فلانی قماندان و فلانی حاجی و صوفی و ملا بود که شو تا صبح رقص بود و تو را در خو نماند، اعتراض کردی، اعتراض داشتی؟ تو را به الله قسم امروز که شبکه های شیطانی بعضی مردمایی که واقعا غیرت نداره، اسلام نمیگم غیرت نداره، و دخترای تو را نعوذ بالله به فحاشی میکشانه، کدام ورق اعتراض پیش کرده ای؟ کلشینکوف خوبان. ای مسلمان، به الله قسم پیش الله میری و الله از پیشت سوال میکنه کجا را زدی؟ شیشه کدام مقام میده کردی؟ از سینما را؟ از شرابخانه را؟ از رقاصخانه را؟ یا شیشه مسجد الله سبحانه و تعالی؟ بتخاکی بشنو، چای قندری بشنو، هر مسلمانی که هستی باید بشنوی. تکبیر نگو، اینجا موقع تکبیر نیست. تکبیر اونم وقت است که پیشتر گفتیم که استقلال می داشتیم. ما امروز غلامی این غربیا این سگشویا را نمی کردیم. امروز مجاهد توهین میشه. امروز به کمونیستی که هزارها مردم در خاک تیله کرده برای از او شهید گفته میشه. پشت تکبیر نگوی. ما در حالت ذلت قرار داریم، ولی ذلت از خود ما نیست. ما آیت خواندیم ان تنصروا الله ینصرکم. اگر شما نصرت الله سبحانه و تعالی را کرده، الله نصرتتان میکنه. ما نصرت دین الله را نکردیم. دین الله پیش ما قدر و قیمت نداره، کتاب الله قدر و قیمت نداره، حدیث رسول الله قدر و قیمت نداره. ای مردم چوره قنبر قریه دی عربان، شما را به الله قسم آلی از بچگکت سوال بکو، آلی از دخترکت سوال بکو، تو را به الله قسم مقایسه کو که تو یاد داری همین دعای نان خوردن تا یاد داری یا نه؟ لیکن از بچگک و دخترکت سوال کو که یاد داره یا نه؟ تو یک کمی از الله بترس، نکو ظلم، نکو افواهات، تحقیق بکو. اگر سری دین غیرت داری، مولی متوکل وهابیست، بیا قطمه در خانه زندگی کو، قطمه در درسایم شریک شو،
مرا یک دم ارزیابی کن. به الله قسم عجب به تو نیست که دمه آن چیزی را که خلاف شریعت پیدا کردی باز بگو مولی سیبینی کارت خلاف شریعت است. ضرورت به تو نیست. من خودم به این طور دار میبرم. ضرورت به تو نیست. ولی چرا کلمه انگلیس تو در زبان گرفتی دعوت داده رایستی و نشر کرده رایستی؟ چرا او کسی که ابو بکر و عمر رضی الله عنهم را لعنت میگه، او کسی که صحابه را مرتد میگه، از زبان از اون کلمه وهابیت گرفته تو نشر کرده رایستی؟ تو غیرت سر دین داری؟ دل روز و شب دیده ای درد آشنا میبینمت یار با درد ندارم تا بگویم رازی دل روز و شب دیده ای درد آشنا میبینمت